عرض سلام خدمت دوستان عزیز. امروز با آموزش اسکاج گل آفتابگردان در خدمت شما دوستان هستم. تا آخر ویدیو همراه من باشید. نخ رنگ قهوه‌ای رو برمی‌داریم، 5 یا 6 تا زنجیره میزنیم، گرد میکنیم، اتصال میدیم به اولین زنجیره. داخلش میخوایم پایه بلند ببافیم. به این شکل گردش میکنیم، به اولین زنجیره اتصالش میدیم. تو رج اول قانون گردبافی. حالا ما اینجا 14 تا زنجیره میبافیم. تو گردبافی 12 یا 14 تا پایه بلنده دیگه. خب من اینجا 14 تا پایه بلند داخلش میبافم و در رج دوم تعداد پایه 2 برابر میشه 28 تا. و رج سوم هم یه دونه پایه بلند، یه دونه افزایش. به این شکل کار رو پیش میبریم. این گردبافی رو میبافیم، بعد میریم سراغ گلبرگ ها. رو دقت کنید، آسونه. ببینید دستگیره یا اسکاج آفتابگردان خیلی پرفروشه به خاطر این نمایی که به آشپزخونه میده. زردی این گل مثلا اینا خب جذابه دیگه، اینا پرفروشن. حالا گردبافی رو باید انجام بدیم تا رج سوم. بعد نخ قهوه‌ایمون رو کات میکنیم، نخ زرد رو باید وصل کنیم. به این شکل نخ زرد رو، یک شیاری که ما بین این نخ قهوه‌ای هست باید وصل بشه. کانوا سوزنی، قلاب شماره 3. اون گندمی ها رو نگیرید. به این شکل یه پایه میزنیم، یه دونه زنجیره، بعد یه پایه بلند، یه پایه رها میشه، یه پایه بلند، 2 تا زنجیره، یه پایه بلند همونجا، دوباره یک زنجیره میزنیم. یک زنجیره وقتی زدی یه پایه رها میکنی، تو پایه بعدی یه پایه کوتاه، یک زنجیره. شما میتونید ابتدای اون نخ زرتون رو یا از پایه کوتاه شروع کنید به بافی، یه زنجیره بزنید، یه پایه رد، یا اینکه یه دونه پایه بلند بزنید، 2 تا زنجیره همونجا، یک پایه بلند، فرقی نداره. یا از پایه بلند شروع میکنیم یا از پایه کوتاه، بالاخره همین روشه. همش هم یه دونه رد میدیم. پس یه دونه پایه بلند داخل یکی از این شیارها، 2 تا زنجیره میزنیم، همونجا یه پایه بلند دیگه، یک زنجیره میزنیم، یک پایه رها میکنیم. وقتی یه پایه رها کردی، تو پایه بعدی پایه کوتاه میزنی، یه زنجیره، باز هم یه دونه پایه رها میکنی. به همین شکل ببینید کلا، یا اصلا پایه کوتاه بزنی خب یا پایه بلند بزنی، باید یه پایه رها کنی. قبل از اینکه یه پایه رها کنی باید یه دونه زنجیره هم بزنی. ببینید الان من اینجا پایه بلند زدم، 2 تا زنجیره زدم، همونجا پایه بلند، یک زنجیره باز هم میزنم، یه پایه رها و پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه بازم رها میشه. به همین شکل تا آخر ادامه داره. با سابسکرایب، لایک، کامنت از کانال من حمایت کنید تا آموزش های جذابتری رو دریافت کنید. دوستان عزیز، هر گونه سوالی دارید کامنت کنید، به اشکالی برخوردید یا موردی هست کامنت کنید، جواب میدم. به این شکل انجام گرفت کار. الان به اون پایه کوتاهی که زده بودیم یه بست زدیم، یه زنجیره همونجا سرش میزنیم. حالا نخ رو قلاب میگیری، نخ رو 4 تا پایه بلند میبافی داخل همون 2 زنجیره‌ای، 4 تا پایه بلند، یه پیکوت میزنی. پیکوت چیه؟ 3 تا زنجیره میزنی بالای سر همون پایه بلنده، قلاب به این شکل وارد این
شیار میکنی و بس میزنی. همونجا 4 تا پایه بلند میبافیم. وقتی 4 تا پایه بلند رو بافتی چیکار میکنیم؟ یه زنجیره میزنیم، وارد پایه کوتاه رجقب میشیم، یه دونه پایه کوتاه میزنیم، یک زنجیره میزنیم. به همین شکل ادامه داره. این الان یه نخل قلاب گرفتیم، وارد 2 زنجیره میشیم، 4 تا پایه بلند، یه پیکوت، 4 تا پایه بلند و از دوباره یک زنجیره. یک زنجیره وقتی که زدی وارد پایه کوتاه رجقب میشی، همونجا پایه کوتاه میبافی. همش هم یک زنجیره میزنی. اگه نزنیم که کار جمع میشه. خب اینا رو وقتی بافتیم پای بلندا رو یک زنجیره میزنیم، وارد اون پای کوتاه شدیم، یک زنجیره پای کوتاه میزنیم، بازم یک زنجیره میزنیم، چون وگرنه کار خیلی فشرده و جمع میشه. الان اون رج قبلم خب اونا همش یه زنجیره زدیم دیگه، اون پایه رها شده. وقتی پایه رها میخوایم بکنیم به جا بذاریم قبلش باید یه زنجیره بزنیم. خب کلا قلاب بافی به همین صورت هست که پایه هایی که داره رها میشه نمی بافی همش قبلش یک زنجیره یا مثلا 2 زنجیره اینجور چیزها هست. حالا اتصال میدیم وقتی بافتیم به همون ابتدای کار یک بست میزنیم و نخ رو یه زنجیره نخ رو قیچی میکنیم، پشت کار مخفی میکنیم. انتهای کار رو بهتر دوستان وقتی مخفی کردین خب یکم با فندک یه شعله کوچولو بگیرید بسوزونید، فشار بدید به باف، چون اینها حالت پلاستیکی ایناست دیگه. خب بعد جذب اون پشت کار میشه، بذار نخش در نره. حالا میخوایم رنگ سبز رو وضع کنیم. این قسمت هایی که نبافته بودیم رها کرده بودیم، قلاب رو به این شکل از پشت ببینید، این جلوی کاره، از پشت به این شکل ببینید وارد کنید. یک بار دیگه براتون انجام میدم. جاهایی که نبافتیم اون زرده که بافته شده مشخصه. اینهایی که نبافتیم پایه ها رو قلاب به این شکل از پشت به سمت جلو به این شکل وارد شد. نخ سبز رو وصل میکنیم. نخ سبز وصل شد 3 تا زنجیره میزنیم، یه اتصالی دادیم دیگه. خب 3 تا زنجیره میزنیم، همونجا 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه بلند دیگه. کلا پس 3 تا پایه بلند جاهایی هست که ما کاری انجام نشده. اون قسمت قهوه‌ای ببینید هیچ چیزی نبافتیم، پایه های رها شده، قلاب به این شکل از پشت به این سمتی وارد میکنید. 3 تا پایه بلند جاهای نبافته شده انجام میگیره. پس تا آخر کار به همین شکل ادامه میدیم. 3 تا پایه بلند تمام این قسمت ها ببافید. تمام قسمت هایی که هیچ پایه‌ای ببینید مشخصه، اون قهوه‌ای رو در نظر بگیرید، هیچ چیزی نبافته بودیم، پایه رها شده بود. خب همونها باید سبز پر بشه. نخ سبز کاموای سوزنیمون، یا دوست دارید یوموش بزنید یک رج به همین صورت. 3 تا پایه یوموش سبز رو میتونید کم رنگ یا پررنگ، حالا این سوزنیه. ببین اتصال میدیم. دوست دارید هم اینجا نخ رو چند تا زنجیره میزنید به عنوان آویز کردنش، بند آویز 7 تا 8 تا، یا مثل من یک رج دیگه هر 4 تا پایه تک ببافید، یه دونه افزایش. ببینید یا تو اون رج دوست دارید نخ دیگه قیچی میشه، یا اینجا چیکار میکنیم؟ 4 تا پایه بلند یه دونه جفتی، 4 تا پایه بلند یه دونه همون افزایش و دیگه همین رج آخر ماست و کارمون به اتمام میرسه. چند تا به آخر کار بست میزنید، چند تا زنجیره 8 9 10 تا همین حدودها میزنید و نخ رو دیگه بعد
کات میکنید. به این شکل کار انجام گیره و یه بند آویزی کوچولو براش میبافم. چند تا زنجیره میزنم، همونجا بست میزنم. به این شکل بست میزنیم. ببینید به این صورت در اومد. کار ما به اتمام میرسه. نخل و گوشت کار در تمیز مخفی کنید. امیدوارم ببافید و لذت ببرید و کسایی هم که کسب و کار دارن ببافن و پرفروش باشن.